بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. شنوندگان گرامی، باز درباره سخن درباره همون اذکار می رود که از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم درس پیشین گفته بودیم. خلیق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید: عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که فرمودند: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: لأن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس. برای که بگویم سبحان الله، ای پاک است، منزه است الله، و سپاس برای اوست، والحمد لله، ولا اله الا الله، ای نیست معبود مگر شایسته عبادت مگر الله، والله اکبر، الله از همه بزرگ است. همین چهار کلمه میگه گفتن همینها از تحت دل، از صمیم قلب گفتن همینها میگه بهتر است از آن چیزی که آفتاب بر بالای او میبراید. ای پیغمبر دنیا را در نظر داد، آن دنیا و آن که در دنیا است میگه برای من بهتر است. چی بهتر است؟ ذکر همون چهار کلمه را کردن از دنیا و آن که در دنیا است بهتر است. در اینجا مقصد که از دنیا بهتر است چی مقصد دارد؟ ای امام ابن العربی میگه که اگر کی دنیا مثل دنیا در دست من باشد، صدقه کنم همون دنیا را صدقه کنم، میگه بهتر است و محبوب تر است برای من. چی بهتر است و محبوب تر است برای من؟ همون چهار ذکری که میکنم، همون چهار ذکر در درجه میگه بهتر است از چی؟ از همین دنیا و آن که در دنیا هست. این بود درباره باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره همین چهار کلمه میفرماید که آنها پسندیده ترین محبوب ترین سخن هستند. عن سمره بنت جندب رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که احب الكلام الى الله اربع، محبوب ترین یا که پسندیده ترین سخن به سوی الله یا که برای الله چهار تا هستند: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لا یضرک بایهما بدات. ای با یگان ضرری ندارد، یگان باکی ندارد به کدام از آنها که در اول، یعنی به ترتیب، یعنی شرط نیست با ترتیب گفتن، کدامش اول یا کدامش در عقب گفته باشه، هیچ باکی ندارد پس و پیش گفتنشون. ولا تسمین غلامک یسارا، دومی حدیث که نام نگذار غلامت پسرت یسار نام یسار، یا که ولا رباحا یا که رباحا، ولا نجیحا یا که نجیح، ولا افلح یا که نام افلح. فانک تقول اثم هو، پس تو میگویی که آیا همون هم خیلی هست، فلا یکون پس نمیشود، فیقول ان لا انما هن اربعه لا تزيد عليهن. خلاصا این حدیث باز پیغمبر در حدیث دیگه فرمود که این یعنی که برگزیده ترین یا که بهترین سخن است. از بعض صحابگان از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمود افضل الكلام، ای بهترین سخن الله این چی است؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باز از سمره حدیث دیگر از سمره رضی الله عنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودند که افضل الكلام بعد القرآن اربع، بهترین سخنان، بهترین میگیم سخنان بعد قرآن چهار تا هستند. و هی من القرآن، و همون چهار هم از قرآن هستند. لا یضرک بایهما بدات، یگان باکی ندارد به کدام آنها اگر آغاز کنی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. حدیث امام احمد روایت کرده است. باز حدیث دیگر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که میفرماید و هن اطیب الكلام، ای میگه با چی؟ با همون چهار تا ذکر میگه چی هستند؟ این یعنی که خوبتر یا که پاکتر یا که نیکتر سخنان هستند. باز از سمره رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و سلم قال اذا حدثتك حدیثا فلا تزیدن علی، وقتی که برای تو یک سخنی زدم پس از همون سخن دیگر مرا زیادی نپرس. و قال اربع من اطیب الكلام، چهار تا میگه از نیکترین سخنان هستند. و هن من القرآن، و آنها از قرآن هستند. لا یضرک بایهما بدات، هیچ باکی نداره به کدام از آنها اگر آغاز کنی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. باز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که در حدیث خود ان ابی سعید خدری، از ابی سعید خدری رضی الله عنه فرمودند و ابی هریره رضی الله عنه النبی صلی الله علیه و سلم فرمود ان الله اصطفى من الكلام اربعا، الله عز وجل از سخنها چهار سخن اختیار کرده است. از سخنها چهار سخن اختیار کرده است. یکمی آن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. فمن قال سبحان الله، پس کسی میگوید که سبحان الله، کتب له 20 حسنه، نوشته میشود برای او 20 حسنه، و حط عنه 20 سیئه، و از او چی
20 گناه گذاشته می شود یا گذر کرده می شود، الله گذر میکند. و من قال الله اکبر مثل ذلك، کسی که الله اکبر هم گفت پس همین اجر میگیرد. و من قال لا اله الا الله فمثل ذلك، کسی گفت که قال لا اله الا الله گفت پس مثل همین. و من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها 30 حسنه او حط عنه 30 سیئه. کسی گفت که الحمد لله رب العالمین از پیش خود، پس برای او نوشته می شود 30 حسنه و از او گذاشته می شود 30 گناه. این حدیث روایت کرده است امام احمد و امام نسائی در سنن کبرى و گفته است امام شعیب الارناؤوطی اسنادش صحیح است. باز از فضیلت همین سخنها آنها گناه ها را پاک میکنند. خیلی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میگوید از عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال، از عبدالله ابن عمرو بن العاص میفرماید راضی باشد از آنها الله، میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما علی الارض رجل یقول، کسی که در بالای زمین از مرد یا که از مردان میگوید که لا اله الا الله والله اکبر و سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر. میگوید کسی که همین کلمه ها را گفت و زیادتی کرد لا حول ولا قوة الا بالله، الله میپیشاند پاک میکند گناهان او را، ای گناههای صغیره را، اگر که مثل چی باشند؟ مثل زبد البحر، همون خفی بحر میگن، بحر خف دارد که اگر همون مثل همون باشد، میگن یعنی تشبیه به آنی که گناه زیاد دارد، اگر گناه زیاد هم باشد به سبب همین کلمه های پر برکت و بزرگوار الله عز و جل گناهاش میبخشد. این حدیث در مستدرک الصحیحین الحاکم امام حاکم امام البانی حسن گفته است.